چراغ میگیره فقط. این خانه بریم دوستای نازنین برنامه‌های رسام اینجا، سلام خدمت شما. امید وقت خوشی داشته باشین. امروز آمدیم در یکی از موترشویی ها در اطراف بازار سنگ ماشه. این موترشویی در نزدیک ترمینال مسافربری سنگ ماشه ایجاد شده و روزانه ده ها موتر در اینجا مراجعه میکنند که هم به صورت معمولی و هم به صورت سپرشویی. امروز ها با افزایش ماشین در ولسوالی جغری، موترشویی ها هم خوشبختانه افزایش پیدا کرده که نوع اشتغالزایی شمرده می شود. حالا میریم سری میزنیم و برای مسئولین بیشتر صحبت میکنیم که این موترشویی از چی امکانات و امتیازات بیشتر برخوردار است، وضعیت کاربار چطور است و چقدر مردم علاقه میگیرند که موترهایشان را با فشار قوی در موترشویی ها تر و تمیز کنند. به ادامه گزارشی که از حمام مدرن و جدید شما داشتیم، این بار آمدیم در موترشویی. میخوایم که همین موترشویی را برای ما بیشتر معرفی کنین. موترشویی شما نسبت به سایر موترشویی هایی که در بازار سنگ ماشه یا سایر بازارهای جاغری هستند چه تفاوت هایی داره و شما چه امکانات جدید دارین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام مجدد خدمت همه بیننده های عزیز و خدمت شما احمدی صاحب محترم. باز هم تشکر نیم از همدون شما که آمدین، از همان ما دیدن کردین، از موترشویی ما آمدین دیدن میکنین. ویژگی هایی که موترشویی ما داره احمدی صاحب، اولیه که بهترین مواد شوینده از قبیل صابون، شامپو، رکاب، انواع و اقسام خشک. دیگه ما کوشش کردیم که به نحو احسن از مواد اول از خود کابل ما میاریم اینجا. دوم رقم شاید در تصویر هم میگردین شما، ما این ماشین آوردیم که برای پاککاری داخلش است. داخل موتر بسیار متر دقیق، بسیار منظم، بسیار حساب شده داخل موتر پاککاری میکنه. و دیگه این که امتیاز دیگه موترشویی از ما که است آبش است. بقیه موترشویی شاید خودت هم خبر باشه که آب دریا میارن، ولی ما اینجا 2 تا 3 تا چا داریم. آب چا ما میکشیم. این تانکر هم بازم در تصویر میتونید شما برای مشتری ها، برای مردم ما نشان بدین. دیگه در این حال باز خدمت صادقانه خود کابینه یا پرسنل موترشویی ماست که ما کوشش کردیم که خلیفه اختر اینجا کار میکنه. این دارای تقریبا 10 سال یا زیادتر سابقه کاری در این بخش موترشویی در خود جغری است. که واقعا یک شخصیت دلسوز، یک آدم صادق، یک آدم خوبی. آقای علیزاده، بعضی موترشویی ها چی دارن؟ جک دارن که زیر موتر پاک میکنن؟ بله. شما او سیستم فعال ندارین؟ این سیستم ما فعلا فعال نداریم. آینده هاش شاید ما کارم بکنیم. بس همون رقم در تصویر شما احمدی صاحب زحمتون میشه، سوهر هم خوب گرفتین قبلا، باز هم میتونیم که بگیرین. این به امتیاز دیگه موترشویی ما یعنی تمیزی یا نظافت یا مثلا وسعت خود موترشویی ماست. حالا ما در این بخش نه تنها موترشویی، در بخش قالینشویی، فرش، موکت، این چیزا ما فعالیت داریم، اون به طور تمام وقت. دیگه خلاصا ما به هر نحوی کوشش داریم که خدمات خوب، خدمات معیاری، خدماتی که واقعا مردم راضی باشه از این موترشویی ما ارائه کنیم. یکی کیفیت کاره که خودت سرش اشاره کردی و یکی معمولا دوستای ما تلاش میکنن موتر خود در جای در موترشویی ببرن که یک مقدار قیمتش مناسب باشه نظر به وضعیت اقتصادی و جیب گپا هم. دیگه نرخ موترشویی شما متفاوت است یا این که فرق نمیکنه یک کمی پایین‌تر از دیگرای؟ تشکر احمدی. هرچند در کلا اگر حساب کنیم خدمات که ما ارائه میکنیم نرخ موترشویی ما پایین است. نظر در خدمات که ما داریم نرخ موترشویی ما با پایین است.
نمونه برایت بگم که مثلا ما با موتورهای تاکسیلاین ما 100 روپیه میگیریم، داخلش هم پاک میکنیم، بیرونش هم تمیز میشوریم دیگه. واقعا گفتم که پرسنلی که در اینجا در خود موتورشویی کار میکنه آدمای صادق، آدمای خوب، آدمای وفادار هستن که کلنش هم دارای سابقه کاریه. و گذشته از ساحه‌ای که ما اینجا هستیم، منطقه‌ای که ما در اینجا هستیم، کوشش کردیم که یک رفاه، یک آسایش برای موتوردارای عزیزی که در اینجا تشریف میارن ایجاد کنه. بسیار خوب. موتورها فرق میکنه قیمتش در ششتن؟ مثلا موتورهایی که کلان هستن، موتورهای شخصی هستن اینا؟ بله جناب احمدی صاحب، موتورها فرق میکنه. موتورهایی که تاکسیلاین، فولدر، کورولا، سراچه، آتاسی، حتی اینا که به تاکسیلاین البته دایم اینجا میاد، ما زنا میگیریم 100 افغانی. بله. در 100 افغانی ما هم بیرون موتور میشوریم، کف میزنیم، میشوریم، آب میگیریم، باز هم داخل موتور. موتورهای شخصی، موتورهای خرد، اینا که گاه میاد موتورهای شخصی هستن، ما زنا میگیریم 150 افغانی. باز موتورهای کلان که میاد بعض موقع اسکواتور میاد، بعض موقع چی میاد 580 میاد دیگه، اونا با 500 400 400 افغانی ایش است. بسیار خوب. علیزاده صاحب چی هم دارین؟ سوپرشویی هم دارین موتور نه؟ سوپرشویی هم داریم. سوپرشویی باز قیمتش بالاه. سوپرشویی بله، سوپرشویی به تقریبا به 900 800 سوپرشویی میشه. بازو کل داخل موتور چوکی ها باز میشه. چوکی ها باز میشه، فرشا کلا بال میشه دیگه. خود سوپرشویی است دیگه، مطمئنن که میگه سوپرشویی یعنی سوپرشویی میشه. احمدی صاحب هم خود ماشینی که با حساب از اینجا آب میکشه، یک سرش وصل میشه. ماشین موتور چیه؟ خود پایپ موتورشویی است. بله. اینه که چیره فعالم پمپ ها رو فعال نمیاد. باز آد داخل از تانکر است. و یه ماشین هوایی شما؟ این ماشین هوایی ماست. بعدی سولارای برق هم مربوط همینجا هست؟ سولارای برق بله. یعنی چوکات مکمل و احمدی صاحبی مربوط میشه به همین موتورشویی. چند و 8 دانه 8 دانه شیشه، 10 دانه شیشه مربوط میشه فاز آلایده است، مربوط موتورشویی میشه و کانتین. اونو بقیهش که است مربوط خود برق حمام میشه. بسیار عالی. از روز که است این سولارا ما برق میگیریم و شبانه دیگه موتور روشن میکنیم برای حمام و موتورشویی. یک چیزی در مورد کانتین میگویید، ما میخوایم همراه خودت بریم داخل کانتین. تشکر، بسیار عالی. بفرمایید. جناب احمدی صاحب در تصویرم دوستان میبینه ما اینجا گاز داریم به صورت تمام وقت 24 ساعت هم اینجا نفر ما هست که مراجعین محترم در صورتی که باید اینجا کارش راه میفته. یعنی کانتین هم در نزدیک موتورشویی ماست، مربوط ما میشه، مربوط همین کارواش حاجی محمد میشه، مربوط همین امام حاجی محمد میشه. و داخل ازی چی هست آقای علیزاده؟ داخل ازی از انواع و اقسام نوشیدنی، مواد شوینده، مواد پاک کننده، مثلا بعض خوراک باب، حتی چای، شیرینی، بوره دیگه، خلاصه هر آن چیزی که فعلا در اینجا نیاز مردم باشه در اینجا ما کوشش کردیم که آوردیم و در آینده هایش هم بعض قلم‌های کم است ما میاریم ان شاء الله. بله. این هم یکی از نیازمندی ها و ضروریات است دیگه. بله. در کنار اتحادیه مسافربری هستیم، این طرف شفاخانه و اینجا موتورشویی. دقیقاً. باز این ساحه هم ساحه مسکونی جناب آقای احمدی. ساحه مسکونی هم هست. اتفاقا جای خوبیه. میشه هرچند از افتتاح یا آغاز به کار کانتین با خیلی وقت تیر نمیشه، ولی بان هم خدا رو شکر ما راضی هستیم اینجا این مردم بدون از مثلا ترمینال یا آجر، بدون مراجعین شفاخانه، همین خود مردم هم میاد اینجا خرید میکنه، گاز پر میکنه برای خانه و خانوادهشان دیگه. ما خوش هستیم و کوشش میکنیم که در آینده ها ان شاء الله ما خدمات وسیع‌تر، زیادتر به مردم ارائه بدیم. خدا صاحب روزانه چند موتور برای شیشتن اینجا مراجعه میکنه به نظرت؟ روزانه جناب آقای احمدی صاحب روی هم حساب کنید چی موتور خوب، موتور کلان،
تا 20 موتر ما داریم روزانه، تا 20 موتر 22 موتر هم در اینجا روزانه میشه. موتر خود کلام دیگه کار بازار است، از اینکه ما نوکار هستیم، تازه متشوی فعال شده، ولی باز هم راضی هستیم خدا رو شکر. اما خدمات که ما ارائه میکنیم بچهای زحمتکش ما که اینجا کار میکنه، واقعا گفتم بچهای صادق در کارهای خود، در برنامه خود بسیار دقیق حالا ما رقم که میبینیم دیگه مشتری هم که در اینجا آمده تا حالا شکر خدا راضیه، همگیش راضی است. اگر میشه در کنار این همه خدمات که شما دارین در اینجا یک چایخانه فعال کنین خیلی عالی میشه. ان شاء الله یک چایخانه فقط. ان شاء الله با امید خدا هرچند جناب آقای احمدی امر رقم در تصویرم برای دوستان نشان بدین. ما با تمام وقت در اینجا از 6 صبح مثلا تا 19 شب برای مشتریای ما که اینجا میاد موتور خودم میاره، موتور خودم میاره، موتروانای به موتور کلان اینجا که میاد لحظه به لحظه ما چای اینجا آماده داریم، ولی چایخانه رسمی که ما از مردم بابتش پول بگیریم یا چی اینا نیست، فقط چای ما داریم برای مشتریای ما، برای راننده‌ای که موتور خودم میاره چای رایگان به طور دائم. جناب علیزاده صاحب از این که وقت گذاشتین امروز ما صحبت کردین، خیلی ممنون از شما. دیگه انشالله که در کاروبار همه تان برکت باشه و بتونین که از همه خدماتتان رضایت مردم گرفته باشین و کار فوق العاده خوبی را با صداقت انجام داده باشین. از شما متشکرم، سلامت باشین. تشکر از شما. تشکر احمدی. یک بار دیگه باز هم جا داره که ما آمدن شما تشکری شما در اینجا تشکر کنیم، خوش آمد بگیم شما را، واقعا زحمت کشیدید. ان شاء الله را که ما همون رقمی که شما گفتید بتونیم که به نحو احسن صادقانه وظایفی که ما روی دست داریم به نحو احسن پیش بریم. سلامت باشین. سلامت باشین.